سلامی دوباره به تو دوست عزیزم با تست دوم از کنکور اردیبهشت ماه 1404 در خدمت شما هستم. اکثر دانش آموزان وقتی اینجور تست ها رو میبینن، وقتی یک جمله عربی خیلی بزرگ میبینن و کلی ترجمه طولانی، میترسن و استرس میگیرن، در صورتی که دوست عزیزم قرار نیست که ما دونه به دونه این کلمات رو بیایم با هم معنا کنیم و اصلا سر جلسه ما وقت نمی کنیم این کارو کنیم. ما 20 تا تست عربی داریم و 20 دقیقه زمان استاندارد. اوکی؟ با یک سری نکات ما میتونیم تست رو بزنیم، هرچند که ما دونه بدونه همه رو تحلیل میکنیم، اما سر جلسه تو باید اولویتت چند تا چیز باشه. این که میگم اینجا قراره با هم تکنیک یاد بگیریم، این هستش که من قراره به شما تکنیک تستنی هم یاد بدم. این نیستش که من بیام از روی این گزینه ها بخونم بگم خب گزینه فلان غلطه، گزینه فلان درسته، تموم شد و رفت. نه، میخوام بهتون به قول گفتنی ماهیگیری یاد بدم و اونم این هستش که بچه ها ما باید اولویت بندی کنیم. یعنی چی؟ وقتی به اینجور تست ها میرسیم، مخصوصا توی تست های ترجمه، رکن اصلی هر جمله‌ای فعله. ابتدا بیا فعل ها رو پیدا کن. اوکی؟ یه بار از روی جمله من بخونم. میگه لا تحکموا علی الاخرین لماضیهم ربما بعد انقضاء مده کانت قد احدثت تغییرات کثیرة کالالماس الذی لم یکن الا حجرا اسود فیما قبل. گفتم رکن اول چیه؟ رکن مهم و اصلی توی جمله فعله. من میخوام این تست رو بزنم، تست 82 دومی تست رو میخوام حل کنم. خب بیام دونه بدونه بخونم؟ نه، من اول میام رکنهای اصلی رو پیدا میکنم. رکن اول فعله، لا تحکمو. بگردم فعلا رو پیدا کنم، این اولین فعلم، لا تحکمو علل آخرین لماضیم ربما بعد کانت قد احدثت. این یه فعل دیگه. بیایم ادامه تغییرات کثیرت الذی لم یکن الا حجرا اسودا فیما قبل. ببین یکن خالی نیست، لم یکنه. اگر این ترکیبات رو بلد نیستی، توی کانال به زودی به صورت ویدیوهای کوتاه تمام قواعد رو برات توضیح میدم به صورت خلاصه و مفید. اما خب اینجا دیگه من نمیتونم درس بدم دیگه، توقع دارم اینا رو بلد باشی. لم و لما به علاوه مضارع چه معنایی میده، لم و لما به علاوه ماضی چه معنایی میده. بسیار عالی. آقا من اولین نکته‌مو زدم بیرون. یعنی من وقتی که تست رو دیدم نمیرم حلش کنم، اول میام نکات رو میزنم بیرون که اصلا من چجوری باید تست رو حل کنم. پس اولین رکن ما که مهمترین رکن ماست، در واقع فعل هامونه، فرقی هم نداره ماضی باشه یا مضارع. خب فعلا رو پیدا کردم. دومین رکن ما ضمیرهامونه یا اسم موصول مثل الذی و التیه. همین ها دیگه. اگه الایی جایی دیدم، این الای یه انگولک کنه ذهن من رو. خدمتت عرض شود که چیزهایی مثل صفت و موصوف یا مضاف مضافون الیها، مثل تغییراتون کثیرتون صفت موصوف ها، تشبیه ها کل الماس. ببین ولی اولویت بندی دارم میکنم اولویت اول من فعله، بعد میام سراغ اینا. ببین چقدر راحت شد کار ما. الان بهت میگم چرا راحت شد کار ما. ببین الان میخوایم بریم سراغ خوندن. میگه لا تحکمو. اوکی، لا تحکمو. لا تحکمو رو معنیشو پیدا کنم. اول اینکه لا تحکمو چیه؟ فعل مضارع هست، مجزوم شده، ابتدای اون لا اومده. خب چیه؟ بگید ببینم. آفرین،
فعل نهی هست. لا تحکمو فعل نهی هست، به معنای حکم نکنید. گزینه یک گفته نسبت به دیگران به خاطر گذشته آنها حکم نکنید. گزینه دو نباید بر دیگران بر اساس گذشته آنها حکم کنید، نباید حکم کنید. گزینه سه گفته دیگران نسبت به گذشته قضاوت نکنید. گزینه چهار دیگران را به خاطر گذشته داوری نکنید. دوستان عزیزم نگاه کن، من درگیر قبل از اینها نشدم. نگاه کن، نسبت به دیگران به خاطر گذشته آنها، دیگران بر اساس گذشته، نه، من فقط اومدم رکن‌های اصلی رو دارم بررسی میکنم. خب گزینه یک گفته حکم نکنید، کاملا درسته، نهیه. گزینه 3 و 4 هم گفته قضاوت نکنید، داوری نکنید. مترادف حکم نکنید، قضاوت نکنید، داوری نکنید، اینا همه مترادف، همه هیچ مشکلی نداره. اما گزینه 2 یک ایراد بسیار بزرگ داره. لا تحکمو بوده، در واقع تحکمونه، لا اومده اول و تحکمونه رو نونش رو در واقع مجزوم کرده. وقتی فعل مضارع مخاطب نهی می شود، تکرار میکنم، فعل مضارع مخاطب نهی وقتی میشه، خب ما میگیم آقا نکن، نرو، نخور، نشین. هیچ وقت نمیگیم نباید بنشینی، نباید بخوری. این نباید برای غایب ها و متکلم هاست. شاید نخوندی این نکته اضافی رو که نباید برای غایب هایی که نهی میشه و متکلم هایی که نهی میشه هست. اما همین نکته رو بدون که مخاطب میشه نکنید، نروید، نخورید، نخوانید، نمیشه نباید حکم کنید. این نبایده غلطه، بنابراین گزینه 2 رد شد. به همین سادگی با یه نکته، یه فعل، من یه گزینه رو توی کنکور 404 رد میکنم. کمه؟ تو بگو کمه؟ نه. حالا کامل ردش نمی کنیم چون کار داریم باش. بسیار عالی. بیام ادامه. نوشته کانت قد احدثته. دوستان عزیزم، قد بر سر فعل مضارع به معنای گاهی یا گاهنه، اما قد بر سر فعل ماضی زیاد تأثیر آنچنانی توی معنا نداره. بنابراین انگار مثلا نمیبینیمش، انگار نه انگار که هست. اما احدثته چند تا نکته مهم داره. احدثته قبلش فعل ماضی اومده. فعل ماضی به علاوه فعل ماضی چی میشد؟ میشد ماضی بعید. این نکته اول. نکته دوم، احدثته با او شروع شده. هر فعل ماضی که با او شروع شد میشه مجهول. پس من دنبال ماضی بعید مجهول میگردم. اوکی؟ ماضی بعید مجهول. میام میخونم، میگه نسبت به دیگران به خاطر گذشتن حکم نکنید، چه بسا بعد از گذشته مدتی کوتاه تغییرات زیادی حادث شود. گزینه 2 رو رد کردم ولی خب باز میخونیم. صورت گرفته باشد. گزینه 3 انجام دهد. گزینه 4 ایجاد شده باشد. دوستان عزیزم، گزینه 1 گفته حادث شود. کی حادث شود؟ چه زمانی حادث شود؟ الان حادث شود. مضارع التزامیه و رد می شود. من دنبال ماضی بعید مجهول می گردم. پس گزینه 1 من هم رد شد. یعنی دانش آموز باهوش تا الان با 2 تا فعل تا الان 2 تا گزینه رو رد کرده. گزینه 2 میگه صورت گرفته باشد. اوکی، مشکلی نداره. آقا درسته؟ بله درسته. خب گزینه 2 که رد شده بود. بله رد شد، به خاطر نکته نباید حکم کنید رد شد، به خاطر نکته اول رد شد. ولی صورت گرفته باشدش درسته، ایرادی توش نیست. گزینه 3 نوشته انجام دهد. کی انجام دهد؟ الان انجام دهد. اینم حاله، اینم الانه، اینم مضارعه، پس اینم غلطه. پس گزینه 3 هم رد میشه. گزینه 1 رد شد، 2 رد شد، 3 رد شد. جواب من گزینه 4 خواهد بود. زیادی ایجاد شده باشد. کاملا درسته. دوستان عزیزم، با فعل لا تحکمو و فعل کانت قد احدثته من تست کنکور 404 رو به همین سادگی زدم. یعنی دانش آموز باهوش با همین 2 تا تست، در واقع با همین 2 تا نکته تست رو زد.
خیلی خوب، اما من ولکن این تست نیستم، چون قراره تمام نکاتش رو از دل و رودش بکشیم بیرون. در ادامه چه فعلی داریم؟ فعل لم یکن رو داریم. یکن یعنی می باشد، لم بر سر فعل مضارع میاد تبدیلش میکنه به ماضی منفی. یکن می باشد، لم یکن بوده است. اوکی؟ بیام بررسی کنم. گزینه 1 نوشته بوده است، گزینه 2 نوشته نبوده است، گزینه 3 نوشته نبوده است، گزینه 4 نوشته بوده است. آقا بوده است درسته، نبوده است ها رو من راحت رد کنم دیگه، بگم این نبوده است ها غلطه دیگه، تمام. نه همچین اشتباهی رو نکن. ما توی جمله یک نکته‌ای داریم که باید ذهن ما و مغز ما رو قلقلک بده. اون نکته چیه؟ الا هست. وقتی که ما الا داریم در جمله و یک فعل منفی هم داریم، در واقع میتونیم هم مثبت معنا کنیم هم منفی معنا کنیم. یکن می باشد، لم یکن بوده است، نبوده است. یعنی در واقع ما میتونیم، من ببخشید برعکس گفتم، در واقع نبوده است ها رو شاید دانش آموز بیاد نگه داره، بوده است ها رو صریح حذف کنه، بگه آقا نبوده است غلطه، بوده است غلطه، نبوده است درسته. حالا الان بهتون میگم چرا جفتش درسته. ببین وقتی ما الا داریم جمله رو بخوایم معنا کنیم چجور معنا میکنیم؟ میگیم مانند الماسی که نبوده از لم یکن، نبوده از جز سنگی سیاه. گزینه 1 رو نگاه کن، نوشته، گزینه 2 نوشته جز سنگ سیاه نبوده است، گزینه 3 نوشته جز سنگ سیاهی نبوده است. جفتش درسته. یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم، میتونیم معنا کنیم که نبوده است جز سنگ سیاهی، یا میتونیم معنا کنیم فقط سنگ سیاهی بوده است. درسته؟ یعنی گزینه 1 که معنا کرده فقط سنگ سیاهی بوده است درسته، گزینه 4 که معنا کرده فقط سنگ سیاهی بوده است درسته. هم میتونیم بگیم نبوده است جز سنگی سیاه حجرا اسود. خب لم یکن نبوده است الا جز حجرا اسود سنگی سیاه، یا میتونیم معنا کنیم فقط سنگ سیاهی بوده است. جفتش درسته. این از این نکته. بیایم سایر نکات دیگر رو هم بررسی کنیم. پس از لم یکن ما نتونستیم گزینه رو حذف کنیم، یعنی لم یکن توی 4 تا گزینه معناش درسته. اما یه نکته دیگه، چند تا دیگه نکته مونده. میگم نکات اصلی همین در واقع فعل ها هست که خیلی کمک میکنه به ما. دیدید که با 2 تا فعل بتونستیم تست رو جواب بدیم. خب یه ضمیر داریم لماضیهم، ضمیرها رو دقت کنیم، میگه نسبت به دیگران. لماضیهم رو بیام نگاه کنیم، نوشته نسبت به دیگران به خاطر گذشته آنان. 2 نباید بر دیگران بر اساس گذشته آنها، دیگران را نسبت به گذشته شان. 4 به خاطر گذشته شان. 4 تاش درسته، ایرادی بهش وارد نیست. شاید بگید این که چه فایده ای داشت ما اومدیم این ضمیر رو بررسی کردیم؟ این که توی 4 تا گزینه درست در اومد. میخوام ذهنتون عادت کنه که تمام نکات رو بررسی کنید. خب اینجا ضمیر به ما کمکی نکرد، ولی ممکنه توی تست دیگه ضمیر خیلی به ما کمک کنه که اتفاقا هم هست تو تست های بعدی. در ادامه میگه که بعد انقضای مدت. ببین نکاتی بود که من میتونستم ابتدای کار بیام بررسی کنم. اول بیام بخونم که لا تحکمو، بعد بیام علل آخرین لماضیهم. نه، نکات اصلی فعل بود که با فعل رفتیم جلو، زودترم به جواب رسیدیم. اما خب اینا رو هم الان بررسی میکنیم. بعد انقضای مدت
بعد از گذشت مدتی کوتاه گزینه 1 گفته، گزینه 2 گفته بعد از گذشت مدتی، گزینه 3 نوشته بعد از گذشت مدت زمانی، گزینه 4 نوشته بعد از گذشتن مدتی. آقا چرا مصدر معنا کرده؟ اشکالی نداره، انقضا هم میتونیم مصدر معنا کنیم هم فعل ماضی، زیاد ایرادی به اینجا وارد نیست. نکته قابل توجه چیه؟ گزینه 2 3 4 مشکل نداره، نوشته گذشت مدتی، گذشت مدت زمانی، گذشت مدتی. گزینه 1 چی گفته؟ گفته گذشت مدتی. اوکی، تا اینجا من مشکلی باش ندارم. کوتاه رو از کجا برداشته آورده؟ اصلا کجای جمله شما کوتاه میبینی؟ توی این جمله عربی چه کلمه‌ای معنی کوتاه میده که این برداشت کوتاه رو آورده؟ کوتاه اینجا اضافه است. اوکی. و در ادامه تغییراتون کثیرتون، تغییرات زیاد، تغییراتی، تغییرات زیادی، تغییرات زیادی. تغییراتون کثیرتون به معنای تغییرات زیادی هست یا تغییراتی زیاد هست، نه تغییرات زیاد. تغییرات زیاد مضاف مضاف الیه، گزینه 1 رد میشه. گزینه 2 تغییراتی زیادش کو، نه به گزینه 1 کوتاه آورده که اضافیه اصلا هیچ جا نیست، نه به گزینه 2 که زیاد رو معنا نکرده، یعنی گزینه 2 تغییراتی فقط اومده گفته، زیاد رو معنا نکرده. و اینم از این. نوشته کل الماس، همچون الماس، همچون الماس، مانند الماس، مانند الماسی. دوستان عزیزم، کل الماس الذی، وقتی الذی بعد از یک کلمه میاد، اون کلمه ما حتی اگه معرفه باشه تبدیلش میکنه به نکره. یعنی چی؟ یعنی میگی مانند الماسی که، نمیگی مانند الماس که، میگی مانند الماسی که. گزینه 1 رو نگاه کن، گفته همچون الماس. گزینه 2 گفته چون الماس. گزینه 3 گفته الماس که. گزینه 4 نوشته مانند الماسی که، و این گزینه جواب ما هست. و اگر ما این نکته هم میرفتیم جلو به جواب میرسیدیم. الماس که غلطه، چون الماس غلطه، همچون الماس غلطه، همچون مانند به مثل الماسی که نکره معنا میشه اینجا. به همین سادگی. نکته دیگه ای هم نمیبینم. فیما قبل به معنای در واقع چیزه، فیما قبل به معنای گذشته هست، قبلا هست، قبلا، در گذشته. گذشته اش، گذشته اش چرا ضمیر داره؟ گذشته اش، اش ضمیره، خب اصلا ضمیر نداره، گذشته اش غلطه. اینم از اینم نکاتی که اضافه بر سازمان باید بدونی که اصلا یک تست کنکور شامل چه نکاتی میشه. به همین سادگی امیدوارم که لذت برده باشید و مرسی که صدای من رو تحمل کردید تا به الان. یکم سرما خوردم، امیدوارم که باعث آزار و اذیتتون نشده باشه. دوستتون دارم. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره، ما رو دنبال کنید. قراره که از این تحلیل ها بیشتر بذاریم. بریم سراغ تحلیل تست بعدی توی ویدیوی بعدی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.